آقا خیلی دقت کنید، اینجا مرکز تعویض پلاک، تقریبا روزی 1000 تا 1500 تا ماشین از اینجا میره تو که 50 تاش توقیف میشه، حداقل 50 تاش توقیف میشه، بیرون نمیاد. بیا بریم بهت بگم چرا. این اتفاق داره واسه موتورها هم میفته. الان تعویض پلاک تعطیل شد ولی این ماشینا اینجا گیر افتادن، توقیف شدن. همشون پلاکشون رو کندن، بهشون پلاک جدیدم نمیدن نصب کنن. من رفتم این قسمت آگاهی ازشون سوال کردم، توضیحات کامل به من دادن، ولی گفتش که من نمیتونم بذارم تصویرم ضبط بشه، ممکنه واسم خوب نباشه واسه شرایط کاری. الان تو این ماشینایی که دارن میان اینجا، اینا همشون در حقیقت اعتماد کردن دیگه، درسته؟ اینا همشون اعتماد کردن. بعد بره آگاهی بیفته به آگاهی، اگه بیفته به آگاهی که دیگه هم ماشین اینجا توقیف میشه، هم پولش رفته. پولش رفته، بعد باید دنبالش التماسش کنید. پولو توی محضر ندید وکالت بگیرید، پولو حتما بیاید توی تعویض پلاک بدید. چی ممکنه توقیف حجاب داشته باشه، توقیف چک داشته باشه، مصادره اموال داشته باشه، مهریه داشته باشه. پولو دادی، فروشندم رفته، شما اینجا ماشین بدون پلاک توقیف شده، هیچ کاری هم از دستت بر نمیاد. معمولا همه اینجوری ماشین میخرن که از تو آگهی یه ماشینی که یه ذره مناسب تر قیمتش رو زده بلند میشن میرن به آدرسش، ماشین رو نگاه میکنن، میبرن کارشناسی، سلامتش تعیین میشه، پیش خودشون میگن هم ماشین ارزون خریدیم هم ماشین سلامت. بعد میرن محضر، کل پول تحویل فروشنده میدن، یه وکالت میگیرن، خودشون میرن تعویض پلاک. درسته همه دارن این کارو میکنن، ولی دلیل بر این که کار درستیه نیست. اینو استوری کنید، شاید جلوی یه دونه کلاهبرداری رو بتونید بگیرید.